از یادداشت‌های خودم میگویم، هرچند که من قریب نگفتم، تئاتر اکادمی به نام استاد لاهوتی به سفر هنری به افغانستان دعوت شدیم. وای زمان دور شاه بود. از پل سیرود گفتن ممکن است تفتیش کرده سپس اجازت دادن. خیلی عالی، خیلی اکنون مفتون، همه خیلی. هیچ کس نمیداند غیر از من که روز آخرین چی گپ بود و چی شد و چی خیلی وای بر اومده رفت. این آخرین سفر من می شود. من دیگر هیچگاه به سفر نمی روم. مریم، من بسیار کسل مریض هستم. 11 جای بدن من هم خیلی جراحی کردگی. باز آنها نگاه داشتن و بچه‌نی از دستش همراه گرفته تاکسی به سوار کرده طرف همون پایان رفته. مشکل ترین کسب این هنر است. تو از خداوند خدا داده باشی، حتی همین وقت بیم تو 99% تو باید مهنت باشد. برای چی تئاتر کم میبیاین؟ من گفتن نمیتونم که ویا تماما، برای اینکه خانه من رو برای خانه نویسنده ها، همه دراماتورگا، همه شاعرها، همه نویسنده ها، همین ما رو برای خیلی زندگی میکنیم و من به آنها بسیار سوال میتیم. البته شاید سبب داشته باشد، این خودشون میدونن.